سلام توی این ویدیو میخوام 2 تا روش مختلف برای تکنیک چاپ بهتون یاد بدم. یکیش تکنیک استفاده از کاغذ پوستی، اون یکی هم انتقال مستقیم طرحه. برای انتقال دادن طرح روی سطوحی مثلا این پارچ که یک سطح بزرگ هستش و ممکنه خود شابلون رو اگه بخواید روش بذارید خیلی انحنای خوبی بهتون نده، اینه که بیاید از کاغذ پوستی استفاده بکنید. کاغذ پوستی 2 سمت داره، یه سمتش روغنیه، یه سمت دیگهش حالت کدر داره. اون سمتش که روغنیه باید اینجوری پشت باشه، این حالتی که کدر هستش شما باید روش کار انجام بدید. خب شابلونتون رو روی سطح کارتون میذارید کامل، بعد میادی با استفاده از یه قلمو یا کاردک رنگ رو روش پخش میکنید. اولا نگاه کنید خیلی رنگ این ژلی که درست کردم غلیظه. بچه‌ها اگر ژلتون رقیق باشه اصلا خوب در نمیاد. دقیقاً این ژل مو باید باشه این مایعی که استفاده میکنید. میاد با استفاده از یک قلمو این طرحتون رو روی سطح کار میندازین. قلمو رو هم خیلی زیاد آغشته به رنگ نکنید، تا جایی که خود قلمو داخلش رنگ داره روی سطح کار بزنید دیگه، هی مدام داخل رنگ فرو رنگ نکنید. این قلموتون رو باعث میشه که نم پس بزنه از پشت کارتون و خطوط تو هم دیگه گم بشن. قشنگ فشار میدین قلمو رو، سطح کار با سطح اون کاغذتون هیچ فاصله ای نداشته باشه برمیدارین. این از این. بعد میایم اینو برشش میزنیم و این طرح رو در میاریم که بتونیم راحت تر کار بکنیم. اینجوری دیگه دسترسی به این شابلونمون خیلی راحت تره، کوچولوه دیگه، راحت میتونید روی سطحتون بزنید. این رو ظرفتون رو قبلش سنباده بکشید، تمیزش کنید، خاکش رو بگیرین، بعد میاید این طرحتون رو روش قرار میدید. به این شکل میذارید چروک نشه. بچه‌ها طرحتون هم باید وقتی دیگه طرح بزرگ انتخاب میکنید متناسب با اون سطحتون باشه. مثلا اینجور نباشه که طرح خیلی بزرگ باشه یا انحنای زیادی داشته باشه بعد ظرف شما به اون اندازه جوابگو نباشه. خب این از این. قشنگ فشار میدین تا بچسبه. یه اسفنجی که تقریبا رطوبت داره ولی آبش رو گرفته باشین میکشید تا این طرحتون منتقل بشه. بعد دیگه اینو بلند میکنی. اینم یه روش دیگه انتقال طرح با استفاده از شابلون های مش. فقط بچه‌ها نگاه کنین، یه چیزی که من تو خیلیاتون میبینم اینه که مثلا یه شابلونی رو دارید استفاده میکنید روی ظرفی که مثلا اون شابلون توش نمیخوابه یا روش نمیشینه. الان اگر من این طرح یونیکورن رو مثلا میخواستم روی یه ماگ در بیارم مطمئنا اینقدر ظرافت نداشت و اینقدر مرتب در نمیومد، ولی طرح وقتی که ظرف بزرگ باشه و متناسب با اون اندازه گلتون یا اندازه طرحتون باشه خیلی قشنگ و با ظرافت در میاد. اینم حتما دقت بکنید. خیلی وقتا برای من فیلم میفرستین، 2 تا مشکل عمده دارید داخل کار کردن با این شابلونا. یکی این که این ژلی که درست کردین، بذار اینو بذارم کنار، یکی این که این ژلی که درست کردین رو خیلی رقیق درست میکنید، خیلی آبکی درست میکنید. ببین عین ژل موه، عین اون ژلایی که به مو میزنید قشنگ
غلیظ هستش، یا این کار رو میکنید که این کار اشتباهه. حالا گفتم این ژل هم میتونید با چند تا چیز درست کنید. یکیش با چسب CMC که شما چسب CMC رو وقتی تو آب میریزید حالت ژل در میاد، ولی چسب CMC بعد از اینکه چند روز ازش میگذره هی رقیق میشه، چون که خودش تو آب هی حل میشه کم کم رقیق و خیلی آبکی میشه. بنابراین چسبی که درست میکنید برای همون لحظه قابل استفاده است. اگر که میخواید چسبی که درست میکنید برای مدت طولانی تری قابل استفاده باشه، میتونید کتیرا استفاده کنید. کتیرا بعد از مرور زمان دیگه به حالت آبکی در نمیاد، حالت ژلی خودش رو حفظ میکنه. باز به غیر از اینها میتونید از یه چیز دیگه که استفاده کنید. حالا من این دفعه جدیداً ازش استفاده کردم، از این ژل هایی هستش که روی روکش کیک میزنن و شما اینا رو میتونید مثلا از لوازم قنادی ها که میفروشن، لوازم قنادی فروشی ها تهیه بکنید. این همون ژلی هست که دیدید روی کیک ها رنگ قرمز، آبی، زرد اینا هستش، از اون نوشته ژل قنادی بر پایه پکتین. مارکش هم حالا این فلورا هستش که من خریدم. نگاه کنید چه غلظتی داره، ببینید غلظتش دقیقاً این ژله خوراکیه، ژله‌ای که مثلا میبنده بعد مثلا تیکه تیکه میشه اونجوری. اگر پس شما میخواید کتیرا درست کنید یا میخواید چسب CMC هم درست کنید، نگاه کنید باید به این غلظت باشه، سفت. اصلا ببینید از توی ظرفش نمیریزه به راحتی، من تا عاشق نکنم داخلش در نمیاد. پس اینا هم دقت داشته باشید. اینا چیزهایی هستش که شما اگر رعایت بکنید کارتون خوب میشه، ولی اگر که رعایتش نکنید هی میبینید که از پشت تر پس میزنه و شما نمیتونید اون کار رو، اون کیفیت لازم رو داشته باشید. پس یکی غلظت این چسبتون مهمه، گفتم از کتیرا یا چسب CMC هم استفاده میکنید به همین غلظت درست بکنید. دومین مطلب این که رنگ کمی داخل چسبتون میریزید. باید این رنگی که میریزید انقدری باشه به حالت اشباع در بیاد، نه اینکه مثلا حالت آبکی داشته باشه و انگار که فقط یک کوچولو رنگ ریختید و اصلا رنگ دهی نداشته باشه. و وقتی قلمو رو روی سطح اون شابلونتون میکشید کامل خطا سیاه شده باشن و کامل مشخص باشه که خطوط شما داره مشکی میشه. ببینید الان من وقتی که کشیدم این خطوط من کامل مشکی شده، میبینید این خطوط کامل مشکیه، ولی اینجا نگاه کنید حالا اینی که طرحی که کار نکردم کامل سفیده. وقتی که شما خط رو میکشید میبینید که رنگ رو میکشید میبینید خطاتون همینجور سفید مونده، یعنی که مقدار رنگی که ریختید داخل اون چسبتون کم بوده. پس اینا رو حتما دقت بکنید و البته اینکه شابلونی هم که استفاده میکنید متناسب با اندازه ظرفتون باشه، به این شکل که الان این یه شابلون بزرگ و درشت بوده، من روی سطح درشتی کارش کردم. باز میتونید که گل‌های مختلف رو از داخل شابلون در بیارید و تیکه تیکه استفاده بکنید که اونم توی آموزش‌های دیگه بهتون نشون داده بودم که گل‌ها رو میتونید تیکه تیکه از شابلون در بیارید رو قسمت‌های مختلف اجراش بکنید. مثلا همین این طرح یونیکورنی که من دارم، 2 تا طرح دیگه میتونم حتی مثلا به جای اینکه حالا از کاغذ پوستی استفاده میکردم میتونستم این رو با قیچی در بیارم و مستقیما شابلون رو روی سطح این پارچم بزنم و با قلمو بکشم. دیگه نیاز به استفاده از اون کاغذ پوستی نداشتم. ولی خب من به خاطر اینکه این قیچی نشه و راحت بتونم، البته اینم بهتون بگم بچه‌ها، وقتی که شما روی سطح صاف این رو روی سطح صاف میذارید و قلمو میکشید خیلی پخش رنگ بهتره تا زمانی که بخواید مثلا اینو بذارید رو این و بخواید از یه طرف کنترل کنید که لیز نخوره، بذارید روی مثلا ظرفتون، از طرفی بخواید کنترل کنید که لیز نخوره از سطح ظرف، از طرفی بخواید با قلمو روی سطح کارتون بکشید. پس بهتر اینه که برای جسم‌های مدور از کاغذ پوستی استفاده کنید. حالا من میخوام این یکی طرحشم براتون روی این سمت دیگه این پارچ بزنم که شما ببینید که این شکلش هم چجوری میشه. خب میخواید یه کار میکنیم، البته من چون این طرف رو سیاه کردم اینو اگه بذارم پارچم رو کثیف میکنم، ولی میتونستم دوربین حرکت نکنه اینو اگر حالا مثلا یه جوری قرار بدیم که در تماس نباشه با اون سمت که کثیف هست، در تماس نباشه با این ظرفتون. خب بچه‌ها نگاه کنید، اولا که من خیلی کنترل کمتری دارم چون سطحم مدور هستش، میبینید مدام هی میخواد چروک بیفته، از یه طرف میخوام هی دستمو بگیرم که بخوام این محکم روی سطح خودش وایساده باشه که قلمو رو بزن. به نظر من الان که مثلا خودم هم دارم تست میکنم، به نظر من روی سطح‌های مدور شما سعی کنید اول روی کاغذ پوستی بندازینش طرحتون رو، بعد بیاد روی مثلا شابلون این رو بخوابونید و کار بکنید. الان میبینید
هر جوری که انجام میدم این یه چروکی توش میفته. حالا من روی اینم تست میکنم ببینید، این شکلیش هم تست میکنم ببینید. ولی خب نگاه کنید الان ما با 2 تا دست اینو گرفتیم که بشه روش کار کرد. میخوام بهتون بگم که یعنی اینم نشدنی نیستش که شما مثلا از همون اول نتونید کار رو اجرا بکنید. شدنیه اما نیاز به کمکی دارید. خب ببینیم این چطور شد. اینم به این شکل. ببینید بچه‌ها واقعا چون کنترلش سخت تره نسبت به اون یکی سمت اون حالت دیگه، ببینید خیلی از خطوط تو هم دیگه رفتن، ولی برای این سمت کامل خطوط مشخصه و اصلا حالت تو هم رفتگی رو ندارید. ولی اینجا چون که یکم آدم تمرکزش روش کمتره، به خصوص میبینه این حالت موها یه کمی تو هم میره. من خودم توصیه‌ام اینه که حتما اول روی کاغذ پوستی بزنید. حالا من این وسط با کاغذ پوستی همین طرح رو دوباره بر شما امتحان میکنم که ببینید. خب الان دوباره اومدم روی کاغذ پوستی هم این طرح رو اجرا بکنم که شما ببینید. دوباره همین. ببین اولا که دیگه 10 تا دست نمیخوایم که بخوایم اینو بگیریم، این خودش دیگه خوابیده روی سطح کار و یه کمی اینجوری با یه دست بگیریش محکم بشه کافیه. بعدش هم راحته دیگه، چون سطح تخته قشنگ راحت میتونی بهش فشار بیاری و کار رو اجرا کنی. بچه‌ها قلموی تختم استفاده کنید روی سطح‌های بزرگ. ببینید الان مثلا این قلمو اگر ریز باشه باعث میشه خیلی رنگ جمع بشه یه جا. اما محکمم بکشی. ببین اینجوری. خب ببین الان گل این با گل این مقایسه کن. این گل رو نگاه کن با گل این. میبینی که چقدر این مشخص تره و واضح تره. بعدم از طرف اینو قشنگ در میاریم، کوچیکش میکنیم. هرچی هم اینو قشنگ کوچیک کنید احتمال اینکه چروک بیفته و رو سطح کارتون تمیز در نیاد کمتر. اینم الان من براتون میندازم که با اون یکی مقایسه کنید چقدر راحت تره این شکلی. خب اینو اینجا قرار میدیم، این رو راحت میندازیم، تکون فقط نخوره. ابرم خیلی خیس نباشه، ما فقط نم داشته باشه. بعدم طرح رو جدا میکنیم. خب حالا بیایم مقایسه کنیم که این در حالتی که با این چی میگن کاغذ پوستی من زدم، این هم حالتی که خودشو مستقیم زدم. این طرح خیلی واضح تره و کمتر تو هم دیگه رفته رنگمون. گفتم دیگه اینم باید یه دور همینجوری بذارید توی کوره نقاشی پخته بشه تا اون حالت چسبناک اون چسب توی کوره بسوزه و از بین بره. بعد که یک بار پختش انجام شد میتونید توی دمای لعابتون یه دور دیگه پخت و اجرا بکنید و لعابی که زدید رو پخت بکنید.